محمد ابن ابی نصر بزنطی نقل شده است که گفت به امام جواد علیه السلام عرض کردم گروهی از مخالفین شما میپندارند که چون مأمون پدر شما را برای ولایت عهدی خود پسندید و برگزید ایشان را رضا نامید. رضا یعنی پسندیده، مورد پسند، مورد رضایت. حضرت جواد علیه السلام فرمودند به خدا دروغ میگویند، خلاف میگویند، بلکه خداوند تبارک و تعالی او را رضا نامید، زیرا او برای خداوند عزوجل در آسمانش و برای رسولش و ائمه بعد از او علیه السلام در زمینش مرضی بود. بزنطی گوید عرض کردم آیا مگر سایر پدرانتان علیهم السلام برای خدا و رسولش و ائمه علیهم السلام راضی نبودند؟ حضرت فرمود چرا؟ عرض کردم پس برای چه از این میان فقط پدرتان رضا نامیده شده است؟ فرمود چون همانطور که دوستان و طرفدارانش به ایشان رضایت داده و ایشان را پذیرفتند، مخالفین نیز ایشان را قبول کرده به ایشان رضایت داده بودند و این حالت برای پدران و اجداد ایشان اتفاق نیفتاد و لذا از بین آنان فقط ایشان رضا نامیده شدند. عیون اخبار الرضا علیه السلام، ترجمه جلد 1 صفحه 26.